گویند روزی شیطان همه جا جار زد که قصد دارد از کار خود دست بکشد و وسایلش را با تخفیف مناسب به فروش بگذارد. او ابزارهای خود را به شکل چشمگیری به نمایش گذاشت. این وسایل شامل خودپرستی، شهوت، نفرت، خشم، آز، حسادت، قدرت طلبی و دیگر شرارت‌ها بود. ولی در میان آنها یکی که بسیار کهن و مستعمل به نظر می رسید بهای گرانی داشت و شیطان حاضر نبود آن را ارزان بفروشد. شخصی از او پرسید این وسیله چیست؟ شیطان پاسخ داد این ناامیدی از توانایی‌های خود و رحمت خداست. آن مرد با حیرت گفت پس چرا اینقدر گران است؟ شیطان با همان لبخند مرموزش پاسخ داد چون این مؤثرترین وسیله من است. هرگاه سایر ابزارم بی اثر می شوند، فقط با این وسیله می توانم در قلب انسانها رخنه کنم و کاری را به انجام برسانم. اگر فقط موفق شوم کسی را به احساس نومیدی، دلسردی و اندوه وادارم، می توانم با او هر آنچه می خواهم بکنم. من این وسیله را در مورد تمامی انسانها به کار بردم. به همین دلیل اینقدر کهنه است. لطفاً این ویدیو را لایک کنید و آن را برای دوستانتون هم ارسال کنید. التماس دعا.